من پدرام هستم و امروز میخوایم در مورد هوش مصنوعی صحبت کنیم. توی این ویدیو میخوام خیلی بیشتر واسهتون توضیح بدم که اصلا این روزا باب شده همه میگن هوش مصنوعی چی است و چجوری کار میکنه. خب از اینجا شروع کنیم که کلمه هوش مصنوعی یا AI از کجا اومده. AI در واقع مخفف اینتلیجنس، آرتفیشال اینتلیجنس یا همون هوش مصنوعی. خب این نظریه رو آقای آلن تورین خیلی سالها قبل، فکر می‌کنم 1920 این نظریه رو پرداخت. بعد داخل سال 1950 دو تا آقای که ابداع کننده این تکنولوژی بودن، آقای مکارتی و مینسکی که در واقع میگم پدر علم AI هستن، این علم رو به وجود آوردن. خب چجوری این علم رو به وجود آوردن و اصلا اینو درست کردن؟ چه قابلیتی داره و چه نیازی از انسانها رو برطرف میکنه؟ ما کلا روند ویدیوهامون این مدلیه که میایم یه تاریخچه میگیم از کجا اومده، چجوری بوده و بعد شروع میکنیم به ادامه ویدیو. خب این گذشتهش بود که خدمت شما گفتم. ما خیلی ساله داریم با این هوش مصنوعی کار میکنیم، ولی الان خیلی دیگه با زندگی امروزه ما خیلی میکس شده و در واقع هم خیلی استفاده های زیادی داریم ازش. حالا خیلی هاشو میدونیم، خیلی هاشو نمیدونیم. خب تعریف کلی هوش مصنوعی اینه که اون کارهایی رو که انسان‌ها با ذهنشون انجام میدن به وسیله ماشین یا کامپیوترها بشه انجام داد. یه تعریف مدرن‌تر هم داره. خب این که در واقع هوش مصنوعی باعث میشه کارهایی هم که خودش آپدیت کنه و کارهایی رو که ذهن انسان هم با سرعت خیلی پایین‌تر انجام میده با سرعت خیلی بالاتر انجام بده. الان هوش مصنوعی که تو بازار هستن و در واقع ما داریم ازش استفاده میکنیم، مثل دستیارهای صوتی الکسا، سیری و خیلی از هوش مصنوعی های دیگه، مثلا حالا حتی اسنپ داره از هوش مصنوعی استفاده میکنه. خیلی از کمپانی های بزرگ دارن از هوش مصنوعی استفاده میکنن، یا حتی گوگل. همینه که شما وقتی سرچ میکنید، سرچ های قبلیتون کلمه های پیشنهادی این چیزها رو بهتون پیشنهاد میده. خب ما کلا دو دسته در واقع AI یا هوش مصنوعی داریم. خب دسته اول بهش میگن نرو AI یا هوش مصنوعی محدود. چه تفاوتی داره با هوش مصنوعی جنرال؟ نوع دومش در واقع جنرال AI هست، خب که در واقع هوش مصنوعی کامله. نرو AI مثل دقیقاً الکسا، مثل سیری یا مثل گوگل یه سری داده ها رو به شما در واقع ارائه میده به وسیله اون یه موتور جستجوگره که به شما اونو ارائه میده، یه کار محدود رو انجام میده، همون کاری که واسه ساخته شده رو انجام میده، کار جدیدی رو ارائه نمیده. ولی جنرال AI در واقع میاد خودش پیش بینی میکنه، خودش خیلی چیزا رو تحلیل میکنه و اینا رو ارائه میده به شما، که میگن تا 70 سال آینده تقریبا همه دنیا رو میگیره. یعنی همه در واقع ازش استفاده میکنن، نه اینکه صاحب دنیا میشه. خب دو تا چیز از دو تا نظریه هست که خیلی هم میگن ازش بترسیم نترسیم، آیا باعث میشه خالق خودش که ما انسان ها هستیم و بکشه یا نکشه یا ما رو از بین ببره. در واقع خب این نظریه، دو تا نظریه خیلی بزرگ وجود داره. آقای ایلان ماسک میگه به هر حال ما باید اینو به وجود بیاریم و باید به ریسکش میارزه که در واقع این کار رو انجام بدیم. ولی آقای استیون هاکینگ که یکی از فیزیکدانان و نجوم شناسان خیلی بزرگ دنیا هست، میاد میگه این باعث نابودی انسان میشه. ولی چیزی که محقق‌ها پیش بینی کردن به اون چیزی که در واقع بخواد برسه که حتی صدمه‌ای به انسان‌ها بزنه توی 100 سال آینده اتفاق میفته. خب ما دو تا هوش مصنوعی دیگه هم داریم که همون چیزیه که میگن ما با ازش بترسیم و ممکنه در آینده خطرساز بشه. یکیش الوژن
کامپیتیشن که در واقع میشه هوش محاسباتی. خب اون خودش محاسبات انجام میده، تحلیل میکنه، قدرت تحلیل داره و باعث میشه مثل بهش میگن مثل هوش مصنوعی ژنتیکی، باعث میشه نسل بعدی خودشو در واقع به وجود بیاره، خودشو آپدیت میکنه، خودش نسل بعدی خودشو به وجود میاره، بدون هوش مصنوعی جدید میتونه حتی بسازه و نیازی به این نداره که شما بهش دستور بدین، خودش با محاسبات و داده های گذشته و تحلیلاش هوش بعدی رو به وجود میاره، مثل ژنتیک انسان که با میکس شدن و با قومیت های مختلف و این هوش میره بالاتر و هی ژنتیکا و در واقع میکس میشن و هی رفته بچه های نسل بعد باهوشتر از نسل قدیم میشن. این هم دقیقا همین کارو میکنه. خب یه مدل دیگه داریم که بهش میگن داده های گذشته و تحلیلاش هوش بعدی رو به وجود میاره، مثل در واقع هوش مثل ژنتیک انسان که با میکس شدن و با قومیت های مختلف و این هوش میره بالاتر و هی ژنتیکا و در واقع میکس میشن و هی رفته بچه های نسل بعد باهوشتر از نسل قدیم میشن. این هم دقیقا همین کارو میکنه. خب یه هوش مصنوعی دیگه هم داریم که بهش میگن اکسپرت سیستم که در واقع داده ها رو میگیره، تحلیل میکنه و یه چیز جدید اصلا میده بیرون. این نیست که داده ها رو پارت به شما بده و خودتون تحلیل کنید، قدرت تحلیل داره و در واقع واسه سامانه های خبری، واسه خیلی از سامانه های بزرگ دنیا، واسه سامانه های چهره زن که الان خیلی از کشورها دارن ازش استفاده میکنن مثل چین و خیلی از این در واقع فضا کشورهای بزرگ دنیا دارن ازش استفاده میکنن. هوش مصنوعی در واقع چه فایده‌ای واسه زندگی ما داره؟ ما اول از هر چیز قبل از اینکه بخوایم ازش استفاده کنیم، به نظر من، البته بازم این یه نظریه که خب خیلی اینو قبول شاید نداشته باشن، ولی به نظر من باید اول روش درست استفاده کردن ازش رو یاد بگیریم. یعنی شما هر چیزی که میاد اول روش درست استفاده کردن ازش رو باید یاد بگیریم، وگرنه خب ممکنه خیلی ضررهای بزرگی داشته باشه. همین چیزی هست که میگه خدا هر چیزی میده ایشاله که جنبش هم بده. واقعا همینه که واقعا باید شما اول روش استفاده ازش رو بلد باشین، وگرنه ممکنه حتی شما رو به نابودی بکشه. خب داخل خبرهای، چون هوش مصنوعی خب میاد خبرها رو تحلیل میکنه، خیلی از این کارا رو انجام میده. الان مثلا اومده خبرهای فیک تولید میکنن، خیلی از هوش‌های مصنوعی اصلا خبرهای ضرب تولید میکنن که ممکنه تاثیرات خیلی بدی بذاره. ولی خب خیلی از هوش‌های مصنوعی هم مثل الکسا، مثل سیری، مثل اوبر، اسنپ، کل این سامانه هایی که وجود داره، مثلا شما غذا سفارش میدین، دور شما رو اسکن میکنه، به شما پیشنهاد میده، غذاها رو به شما پیشنهاد میده، طبق سفارش های قبلی به شما چیزای جدید پیشنهاد میده. شما مثلا یا مثلا موتور گوگل که شما ممکنه سرچ کنید مثلا لباس، شما تا 2-3 روز آینده میبینید ای بهتون لباس پیشنهاد میده. یه شعاری هست که میگن گوگل شما رو از مامانتون بهتر میشناسه، چرا که شما ممکنه سرتون درد بکنه به مادر خودتون نگین، ولی تو گوگل سرچ میکنین چی خوبه واسه سر. این یه نکته ایه، من یه ویدیو کامل واسهش میسازم و ما اصلا چجوری باید از هوش مصنوعی سوال کنیم، چه سوالایی رو باید بپرسیم که جواب درستی رو به ما بده. نه فقط از هوش مصنوعی، حتی تو گوگل سرچ کردن، حتی سرچ داخل یوتیوب، خیلی از فضاهای دیگه شما باید ببینید چه سوالی رو بپرسید، چه چیزی رو سرچ کنین که بهترین نتیجه رو بهتون بده. خیلی وقتا شما میرین یه چیزی رو سرچ میکنین، من میبینم اون نتیجه‌ای که می‌خواستین نداده یا نتیجه‌ای که داده خبر فیک بوده. میگن خبر فیک رو از بین بردن 7 برابر انرژی بیشتر میبره. فرض مثلا یه خبری واسهتون میاد، واسه اطلاع رسانی تو یه گروه فامیلی یا تو چند تا از گروه ها میفرستید
ولی برای اینکه برید ثابت کنید که آقا این خبر فیکه، باید تو تک تک گروه ها توضیح بذارید، صحبت کنید، بعضی از این افراد شخصا مسیج بدین. واسه همینه که وقتی یه خبر فیک به وجود میاد خیلی از این خیلی انرژی میگیره که اون شما حتی بخواید از بین ببرید. واسه همین این نکته خیلی مهمیه. هوش مصنوعی خیلی چیز خوبیه و به ما کمک میکنه تو زندگی، ولی شما باید بلد باشید ازش استفاده کنید. الان خیلی از بیزینس ها اصلا بدون هوش مصنوعی از بین میرن و در آینده خیلی از شغل ها از بین میرن. خب بذارید یه ذره در مورد این قضیه صحبت کنیم که اصلا چه شغل هایی ممکنه از بین بره. همونجور که از گذشته تا الان طبق چیزی که تو تاریخ به وجود اومده، یه موج جدیدی که به وجود میاد خب همه باش مخالفت میکنن، ولی بعد رفته رفته همه باش کار میکنن و میشه عضوی از زندگی انسان ها. یه سری از شغل ها خانه‌ها از بین میره، ولی یه سری از شغل های جدید در واقع به وجود میاد. شما دو تا دسته در واقع دارید که میتونید اینو بررسی کنید. یکیش اینه که شغلتون به وسیله هوش مصنوعی میتونه آپدیت بشه و به هر حال به شما احتیاج، مثل کارهای خدماتی، مثلا شما که دیگه نمیتونید مثلا نگهداری از بچه، تربیت بچه، احساس دادن به بچه رو، یا مثل غذا درست کردن این چیزها رو به AI بدین، حداقل الان نشده. ولی یه کاری مثل آموزش، شما میتونید یه ویدیو بسازید با هوش مصنوعی، یه جوری این ویدیو رو طراحی بکنید که دیگه خب کار معلم‌ها خیلی کم بشه. یا اینکه بخوام خیلی ساده‌تر بگم، کار تبلیغات. الان کسی کار تبلیغات میکنه و از هوش مصنوعی استفاده میکنه، تا چند سال آینده بیزنسش کامل از بین میره. یا کسی که کار در واقع تحقیقاتی انجام میده توی دانشگاه یا توی فضای بزرگ، خیلی ها دیگه الان، قدیما خب خیلی ارزشمند بود، الان هم خیلی ارزشمنده، ولی وقتی هوش مصنوعی خودش تحلیل بکنه خیلی از این کارها ساده تر میشه و در واقع از بین میره. واسه همین شما باید کم کم یاد بگیرید کار کردن با هوش مصنوعی و اصلا چی هست، تا مثل این نباشه که مثلا 20 سال بعد اگه بهتون گفتن هوش مصنوعی، حالا نسل بعد پسرتون، دخترتون، بچه‌هاتون، حالا یا بچه‌های فامیل بهتون گفتن هوش مصنوعی یا مثلا AI، اینجوری باشه که اصلا ندونید در مورد چی صحبت میشه کرد، در مورد تو چه زمینه‌ایش میشه صحبت که اصلا چی هست. مثل نسل گذشته ما که در مورد علم برنامه‌نویسی و کامپیوتر و ماشین لرنینگ و این چیزا هیچی نمیدونن، ولی خب الان بچه‌ها به هر حال یه پیش زمینه همه دارن، واسه همینه که هیچ تفاهمی با هم صحبت کردن ندارن و اصلا خیلی وقتا هم به مشکل برمیخورن. الان خیلی از نسل‌های گذشته هستن که حتی با موبایل بانک نمیتونن کار کنن. این میشه که میگم شما باید رفته رفته اینو یاد بگیرید و استفاده کنید. من ویدیوهای دیگه‌ای هم میسازم، هر کدوم از این بخش‌ها رو در واقع میذارم داخل یک کلیپ 1 دقیقه‌ای که شما راحت‌تر بتونین ببینینش. ممنون که منو حمایت میکنین. لایک و سابسکرایب یادتون نره، باعث حمایت من میشه و ممنون که به صحبت‌های من گوش دادید. خدا نگهدار.